تریدری که نشون داد جسارته که برات ثروت میسازه. بیل میلر، یکی دیگه از تریدرهای میلیاردر. وقتی تو سال 2000 حباب دات کام ترکید و شرکت‌های تکنولوژی مثل برگای پاییزی میریختن، همه به این نتیجه رسیده بودن. آمازون هم رفتنیه. قیمت سهام آمازون از حدود $100 سقوط آزاد کرد و به زیر $7 رسید. همه وحشت زده فرار کردن. دقیقاً مثل وقتی که چراغ خاموش بشه و همه دنبال در خروجی بگردن. اما یه نفر تو اون تاریکی چراغ قوه دستش بود. بیل میلر. بیل میگفت اینجا چیزی هست که بقیه نمیبینن. آمازون داره بزرگترین فروشگاه تاریخ بشر رو میسازه. من روی آینده شرط میبندم. زمانی که میریخت اون فقط میخرید و میخرید. آره درست شنیدی. وقتی همه ترسیده بودن اون با لبخند فقط حجم رو اضافه میکرد. تحلیلش ساده بود. میگفت اگه آمازون صفر بشه من فقط 10% ضرر میکنم، ولی اگه موفق بشه سودش زندگی من رو دگرگون میکنه. نتیجهش چی بود؟ آمازون اوج گرفت و بیل میلر هم یکی از قهرمانای وال استریت شد و ثروتش هم چند برابر شد. حالا به هم بگو تو اون شرایطی که بیل بود تو چی کار میکردی؟ خریدار بودی یا چی؟ حتما برام بنویس.